دست کم 4 سامانه اطلاعاتی مقامات محلی ولایت سوخت غیرفعال یا کارشان نامنظم به نظر می رسد. برای مثال، سامانه رسمی ناحیه کوهستانی مسچا تقریبا 1 سال باز خبر یا نوید محلی را نشر نکرده است. پایگاه خبری ناحیه جبار رسولوف در چند ماه 1 مرتبه از واخوری مسئولان با مردم خبر می دهد و بیشتر اطلاعات وزارت و اداره های جمهوری را باز نشر می کند. مسئولان سامانه ناحیه سپیتامین با چند جمله کوتاه و عکس‌های زیاد از جریان چاره‌بینی‌های محلی کاربران را آگاه می‌کنند و اکثر بخش‌های سامانه فعال نیستند. حکومت ناحیه دیوشتیچ بعد تقریباً 5 سال ماه‌های اخیر به نشر خبر و اطلاع شروع کرده است. این هم پس از آن بود که خبرنگاران در نشست مطبوعاتی از فعالیت نامنظم سامانه سوال کردند. تا این وقت تنها خبرهای امنیتی و مرزی در سامانه دیوشتیچ نشر می‌شدند. عصبی متخصص نبودم ما یک نفر حوازی وابسته کردگی از شعبه ایدئولوژی کمتر چی کرده است آموخته ایستاده است بنابر همین هم من یک هفته پیشم همین سمتی ایراد گرفتگی بودم علاقه گروه جمعه کردگی هستم از این هفته فعال میشید گروه سمت ایدئولوژی بلوک ایدئولوژی باید کار کنم حوازی در آموزش قرار دارم نباید که یک رئیس ناحیه ایراد گرفتم من کاملی شمایی منابطه قضیه آزادی نماید سامانه اطلاعاتی ناحیه شهرستان بعد انتقاد وکالتدار عاید به حقوق انسان و بازنشر آن در سامانه رادیوی آزادی حالا فعال به نظر می رسد. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان سال گذشته در گزارش تازه‌اش از کار سامانه‌های رسمی و خصوص سامانه‌های دادگاه‌ها انتقاد کرده بود. موجود نبودن رویخطی پرونده‌های دادگاهی در بعضی سامانه‌های دادگاه‌ها و ناپوره بودن معلومات درباره کار اداره‌ها از کمبودی‌هایی میباشند که امبودسمن بر آنها تاکید کرده است. در نشست خبری دادگاه ولایت سوغد نیز این مسئله بررسی گردید و مسئولان گفتند که در این روند کاربری دارند. روزنامه‌نگاران در صحبت با مسئولان ساحه علاقه تاکید کردند که برای تامین حقوق دسترسی به اطلاعات در برابر پیشروی‌ها مشکلی‌های نیز وجود دارد. اکثر وزارت و ساختارها همش سامانه شبکه دارند. حکومت ولایت وزارت انرژتیک وزارت دیگر غیر و غیر خدمات که علاقه دارد این چنین علاقه استفاده مردم استفاده بکنه باید قبول معلومات یا مراجعات های مثل الکترونی علاقه رفته شده است و جهت تکنیکی تامین برای قبول معلومات این چنین کارهای تکنیکی رفته شده است. یک نگاه به سامانه‌های رسمی اداره‌های دولتی نشان می‌دهد که در اکثر آنها اطلاعات تازه نشر نمی‌شوند یا موادهای بازنشر می‌گردند که بیرون از سمت کارشان است. برای مثال در سامانه رسمی حکومت‌های محلی بیشتر مطالب سامانه‌های رسمی جمهوری از جمله درباره تروریسم و اکستریمیسم بازنشر شده‌اند. مقامات به خصوص حکومت‌های محلی میگویند برای بهتر کردن کار سامانه‌هایشان نیروی کاری و متخصصان صاحب تجربه ندارند. امروز فعالگردانی سامانه‌های رسمی شهر و ناحیه‌ها حتی باید ساختارهای هم هر یکتاشون سامانه خود داشته باشند. اما همین چیز در عصر رشد تکنولوژی اطلاعاتی بسیار باعث به نگرانی است. در همین حال کارشناسان ساحه فناوری‌های نوین میگویند کار سامانه‌ها نه فقط در سمت اطلاع رسانی نسبتاً سست به نظر میرسد بلکه بررسی مراجعات شهروندان و واسطه حل زودهنگام کارافتادگان تقریباً مشاهده نمیگردد. همین مشکل همین ده که در مقامات دولتی معاش بلند نیست، معاش پست است. متخصصی خوبه معاش پست قدی جواب کردن نمیشود. برای هزار اگر مثلا تایار داشته باشه هم متخصص جواب کردنش کمتر مشکلی است. با وجود این سامانه‌های برخی شهر و نواحی سوخت نسبت به سالهای پیش فعالتر شدند و بیشتر صفحه‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی فعال گشتند ولی بخش چند رسانه‌ای در اکثر پایگاه‌های رسمی وجود ندارد. انتقاد از کار سامانه‌های اداره‌های دولتی در حال ادامه دارد که حکومت تاجیکستان از سال 2011 این جانب تلاش دارد برنامه حکومت الکترونی را در کشور عملی سازد. با توجه به وضع فعلی سامانه‌های مقامات دولتی کارشناسان رسیدن به چنین هدف را در سالهای نزدیک زیر سوال می‌گذارند.